نتیجه 0-0 هم نتیجه خوبی نیست برای تیم شهرداری یاسوج. اشتباهی رو انجام میدن در مقابل دروازه. فرصت یکی از بازیکنان نساجی چیکار کرد؟ پشت دروازه‌اش خوش گرم میکرد، نذاشت توپ وارد دروازه خالی شهردار یاسوج بشه. ببینیم که نظر داور چیه، چه اتفاقی، یعنی چه نتیجه و تصمیمی رو داور مسابقه برای این حرکت در نظر خواهد گرفت. با کمکش صحبت میکنه و کارت قرمز به نجاتی بازیکن شهرداری یاسوج که اخراج میشه در پی این حرکتی که انجام داد. تقریبا همه بازیکن شهرداری توی دروازه قرار گرفتن، وسطشون هم هوری قرار گرفته. ببین که با این توپ چه میکنن شاگردان نادر دست نشان. یه لحظه بیرون میاد، حالا این ضربه که توپ گل نمیشه و موقعیت خوب نساجی از دست میده. از بیرون اومدین و حال مانع گل شدن توپ شدین. والا این تنها کاری بود که میتونستم برای تیم انجام بدم دیگه، تمام توانم بود. تو اون لحظه فقط همین کار ازم برمی اومد. یعنی غیر ارادی بود؟ دقیقاً، یعنی فقط خودم رو تو زمین احساس کردم انگار، چون دیگه واقعا بحث مرگ و زندگی بود برای تیم ما که متاسفانه بازم فایده‌ای نداشت. این صحنه حالا اتفاق افتاد، جریمه یا محرومیت هم داره؟ هر چی باشه دیگه مهم نیست. خیلی متشکرم. علیرضا افتخاری عزیز، منم به شما و بینندگان خوب شبکه خبر سلام عرض می‌کنم. خب به مهمترین اتفاق حاشیه‌ای فوتبال و فوتسال کشورمون در هفته گذشته دیروز در اصفهان اتفاق افتاد، در بازی تیم‌های گیتی پسند و حفاری اهواز، تیم اول و دوم جدول. یه بازی کاملا حساس و باید خدمتتون عرض بکنم که در این بازی که خب به هر حال مهم بود برای هر دو تیم، برای اینکه جنگ صدرنشینی بود، در همونطور در تصویر ملاحظه می‌کنید 1 دقیقه و فکر می‌کنم 4-5 ثانیه مونده بازی تموم شه و تیم گیتی پسند 5-6 عقب بود از حفاری اهواز و به پاور پلی رو آورده بود. تیم حفاری اهواز میتونست که حتی گل هفتم رو هم بزنه، اما یک بازیکن ذخیره اومد از بیرون و توپ رو دفع کرد و خب میبینید که تماشاگران هم اون رو تشویق میکنن و الان هم داره از زمین بیرون میره و اخراج شد. شاید آقای علیرضا خان شاید دوست داشته ایشون این حرکت انجام بده. دوست داشت علاقه من بوده که بیاد این توپو از به قول معروف از دروازه دور کنه. کار مشکلی نیست. چه مشکلیه؟ دوست داشتی که باید قبول کنیم کار کاملا ناجوانمردانه در ورزش. به هر حال بازیکنی که اصلا جزء بازیکن‌های داخل زمین نیست، از بیرون میاد توپ رو میزنه و جالب این که بعد تیم گیتی پسند گل هفتم رو که نمیخوره هیچ چند ثانیه مونده بازی تموم شه. حالا در تصاویر اگر دوستان پخش میکردن در ادامه گل برتری رو هم گل مساوی رو هم میزنه و خب این باعث اعتراض هم بازیکنان تیم حفاری میشه. بعد هم چند تا تماشاگر میان داخل و خلاصه صحنه‌های خیلی خوبی در سالن ایجاد نمیشه و کلا جر و بحث و دعوا و این صحنه‌های بعد لیگ برتر فوتسال عریضا کلا به دوره همی شبیه شده دیگه، همه دوره هم هستن، حالا خوشم میگذره دیگه. اتفاقا سوال برنامه امشب ما هم حالا یه ذره دیرتر ما سوال امشبو داریم پخش می‌کنیم، این هست که آیا آبدی اگه سوال برنامه رو یه بار به اتفاق مرور کنیم بد نیست؟ مرور که نه، اصلا همین الان سوال پخش کنیم. بله، این که از نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند مهمترین تدابیر برای کاهش حواشی فوتسال چیست؟ مهمترین تدابیر برای کاهش حواشی فوتسال چیست؟ سامانه پیامک ما 1600. البته ما عزیزا در برنامه امشب هم مفصل حالا با توجه به وضعیت زمانی برنامه به این اتفاق عجیب و نادر در فوتسال کشورمون خواهیم پرداخت. بله، البته باید بگم که در مورد این صحنه به خصوص و این حاشیه که در این مسابقه به وجود اومد، من فکر می‌کنم تدابیر اینه که یه ذره فرهنگ‌سازی بشه دیگه، چون بازیکن‌های نیمکت نشین رو نمیشه که محصور کرد یا به قول معروف بستشون که نرن تو زمین. ولی فکر میکنم که یه مقدارم هماهنگ شده بود، یعنی تیم گیتی پسند یه جورایی با هم هماهنگ کرده بودن که یه نفر اون پشت باشه اگر توپ داره میره تو گل این کار رو انجام بده که خب کار اصلا خوبی هم نبود. و الان ببینید تماشاگران هم خیلی خوشحالن، جالبه و دارن تشویق میکنن این بازیکن رو. داور کارت قرمز نشون میده، اما چیزی که هست ضعف قوانین هست، یعنی فقط این بازیکن اخراج میشه، تیم ادامه رو با یه بازیکن کمتر ادامه میده ولی نتیجه عوض نمیشه. در صورتی که اگر این توپ گل میشد شاید تیم گیتی پسند نمیتونست که حتی بازی رو هم مساوی بکنه. این ادامه مسابقه است و گل مساوی که در ثانیه‌های پایانی به ثمر میرسه، بعد همون اتفاقات عجیب غریب و ورود تماشاگران و به هر حال صحنه‌های بعدی که اتفاق افتاد. اما جالبه که هم شما بینندگان عزیز در جریان قرار بگیرید، هم عزیزا
این اتفاق اولین بار هم نبوده که در فوتسال و حتی فوتبال ما اتفاق تو میفته. لیگ یک هم بود یکی دو سال پیش اگه تو لیگ یک بله قائم شهر نساجی قائم شهر بود. حالا اول در مورد فوتسال بگیم. توی سال 90 بازی گیتی پسند و فیروزتوفه اتفاقا توپ داشت میرفت تو گل، یکی از بازیکن‌ها اومد با بطری زد و اینم بازی در واقع خدمت شما عرض بکنم که سال 92 دیدار ماهان تندیس قم راهساریه که اینجام با بطری توپ رو منحرف کردن قبل از اینکه توپ بخواد بره توی گل. اتفاقات عجیب غریبی که فقط توی شاید فوتسال ما رخ میده، اون هم اینقدر زیاد، یعنی در از این 3-4 ساله چند بار این اتفاقات افتاده. در ادامه هم مسابقات فوتبال لیگ 1 همون که شما هم اشاره کردین رو تصاویرش رو می‌بینیم. بازی تیم‌های شهرداری یاسوج و نساجی مازندران بود. علیرضا بله جالبه که این صحنه ببین، این توپ لو میره اینجا، مهاجم تیم نساجی توپ رو میگیره، گله رو هم دریبل میکنه اما میاد بزنه تو گل. میبینی یه بازیکن اصلا ذخیره از تیم بیرون میاد قشنگ مثل دروازه‌بان توپ رو دفع میکنه. بعد این آقای نجاتی خیلی هم جالبه، آخر بازی یک مصاحبه تاریخی کرد، خیلی مصاحبه تاریخی کرد. حالا اینو بشنویم بعد نیست مصاحبهش، بعد صحبت صداشو در نظر خواهد گرفت. با کمک صحبت میکنه و کارت قرمز به فکرم نجاتیه، بازیکن شهرداری یاسوج که اخراج میشه. از بیرون اومدین و حال مانع گل شدن توپ شدین. والا این تنها کاری بود که میتونستم برای تیم انجام بدم، دیگه تمام توانم بود. تو اون لحظه فقط همین کار ازم برمی‌اومد. بله دیدید که میگه که تنها کاری که میتونستم برای تیم انجام بدم این بود. یعنی خیلی هم خوشحال بود از اینکه تونسته بود جلوی شکست تیمش رو بگیره، اونم به صورت کاملا غیر ورزشی. و من قبل از برنامه یه صحبت رو کردم با جناب آقای محمود رضا نصیرلو، داور بین‌المللی فوتسال کشورمون. ایشون در واقع یه سری اطلاعات به من دادن در خصوص اتفاقات مشابه در کشورهای دیگه و گفتن که با یوفا ظاهرا مکاتبه کردن. علیرضا خیلی جالبه، توی اسپانیا اگر همچین اتفاقی بیفته تیم متخلف رو 6-0 بازنده میکنن. توی ایتالیا تیم متخلف رو 3-0 بازنده میکنن، اما تو کشور ما متاسفانه فقط اون بازیکن تو همون بازی اخراج میشه، بعدم بازی ادامه پیدا میکنه و خب اون تیمی که ضرر کرده واقعا خیلی خیلی ضرر میکنه، چون امتیاز از دست میده و هیچ جورم قابل جبران نیست. من فکر میکنم که این خلأ قانونی هست توی آیین‌نامه فوتسال کشورمون که حتما میهمان برنامه شما، میهمان عزیزتون در این مورد حتما توضیح خواهند داد.